امی کلین کردیم باید حتما نونکنی رو بتونه امو کلین. حکم من کمپیرم گفته با کلین میبخشم نونکنی و امو کدبانوگی رو با کلین میبخشم. در این زمین ها مردم کارتوشکا سبزی و کرم و کدو میکارن. این پیشتر رانه بیره سقلی همش دست کنه. فقط مردم امین روغن میکردن در گذشته میخوردن و اون اما کنجورش شیرچوی میکنن. رسمی همون ما هم خیلی گیانه. خیلی نباره هیلوجه مگم بکنی. کار میکردیم امنا خود منا میپزیم میخریم با میخیزیم. ای طرف وای میخیل میکردیم بعد میبستیمش. نمیموندیم که وای دم زنه. همین طریق تحت نوای راهنواز عروس را به خانه داماد گسیل کردند. این مکانی زیبا رو اکثریت ونجیپور گنج نام میبرند. مردم مهنتکش این دیار مس از حساب این نعمتی عطا نموده طبیعت زندگیشون رو پیش میبرند. ضمن سفر به این گوشه کشور احساس میشد که در حقیقت منطقه سحرانگیز و افسانه‌ای است. راه یگانه‌ای که از یک طرف با نشیبه‌های رستفرآمده خرسنگ‌های کوهی و از طرف دیگر از ساحل‌های پرموج دریای ونج می‌گذرد، ما به سمت ونج بالا را سپار شدیم. یکی از معجزه‌های عجیب این مکان درختان سیب می‌باشند که در هر دهه به مشاهده می رسید و باشندگان به غون داشتن و بستوبند آن مشغول بودند. گفته اسراوس که را به یاد آوردیم که وای گفته بود آدم طور زندگی باید کند که در لحظه های اخیران حیاتش بعد افسوس زمان گذشته رو نخورد، یک نفع به جمعیت بیاره. ما گفتیم که همین ساحه سپارش جناب عالی اساتذه صلح و وحدت که همین بود ساحه باغ پروری به این ساحه مشغول شدیم و به زنبور پروری. من حاضر چونکه اینا ما کار کردیم و من به بازار داخلی هم ناحیوی هم ولایتی هم جمهوری میبراریم و بعد زیاد شب در دوام سال برای خواجگی خودمان استفاده میبریم. باشندگان این منطقه در برابر باغداری و کشاورزی رشد هنرهای مردمی را نیز در کنار نمودند. این صدا قریب همروزا از دکان ذاکر دولتشاهی میبراید. کسب آهنگری برای او همچون کسب اولادی زینه به زینه تا امروز میراث مانده است. طی 40 سال می شود که او با این کسب به مردم خدمت میرساند. از سال 80 ایار می آمدیم بعد همین کسب دوام کردیم. انا زیاده 40 سال می شود که شغل اساسی من همین کسب. حساب این کسب 8 فرزند کلان کردیم. من خانه و در ساختیم، زندگی را یافتیم. در قشلاق‌های دیگر هم شاگردا هستند کار میکنن. این کسب است که مشکل‌های زیاد داره. انا برای همین میخواهیم که در همین 40 ساله که تجربه زیاده 40 ساله تجربه جمع کردیم با شاگردا آموزیم که این کسب از بین نرود. چقدر در کتاب تاجیکان باباجان غفور درج شده است اصل ده این طرف در ونج آهن و آهنگری وجود دارد. دکان کاری او در نزدیکی خانه‌اش که پدر بزرگش ساخته است فعالیت می‌کند. هنگام وارد شدن به کارگاه او، آهنگر در نزدیک کوره آتش ایستاده با انبور آهن را به آتش سرخ می‌کرد و همراه شاگردان و فرزندان آن را بالای سندان با پلک زده به شکل دلخواه می‌درآورد. حاضر وقتی تیار کردن هیزم و محکم کردن باغات شده است، مثال برای که حیوانات در فصل زمستان درخت‌ها را نابود نکنند، مردم فرمایش میدهند ما تبر میسازیم، من این دوست‌ها میسازیم که گردی باغ‌ها را محکم کنند و شاخه‌های برگ زیادی را بزنند. من فرمایش تمام ناحیه فرمایش میآید ما تیار میکنیم میتیم. اینش با برای محکم کردن گردی باغات
شاخ میدروان شاخهای زیادتی درختها رو میکنن با این چخیلی که میبینید فقط در ناحیه ونج هم خیلی میسازن در دیگر ناحیه هم نیست در طرف قراتگین در اون طرف هست اینا کجداست میگن این خیلی دندانک نداره همین خیلی چیست تیز میکنن ای خیلی دندانک نداره با این بریدن بهتره استاد زاکر میگوید جوانان به این کار کمتر اهمیت میدهند. ما باید از خردسال شوق این کسب رو در نهاد آنها بیدار کنیم. از این لحاظ عمر جان خردسال همیشه در پهلوی پدر است. جوان حاضر خیلی مشکلی کار نمیکنه آخی. باید مثال تشویقات کردن در کار، جلب کردن در کار که همین کسب خیلی گفتم ای باید نرو آخی. من اصلا در همین رایون ونج اگر خطا نکنم 10 تا کارخانه است نه که کارخانه که دائمی کار میکنن کارخانه من است من دائمی کار میکنم فرق نداره تابستان تیرماز هر روزه کار میکنیم های میده اوزی بلغچه میده داره این بچه میده همینجا که کار میکنیم اگه تنها که باشیم باید میگه اوتا یکون چیزا سرخ کنید منم بزنم این انا هم میده این شوق دید این جا کنم در کار که مثال کار کنم واقعا هم شاهدی حاصلخونداری با اصول اجدادی در این منطقه گردیدیم. باشندگان در برابر استفاده از تکنیک حاصل زمین‌های حجم خود را که سنگلاخ‌اند و در آنها استفاده تکنیک نامناسب است با جفت گاو می‌خوندارند. در این زمین‌ها مردم کارتوشکا، سبزی و کرم و کدو می‌کارند. به قبل ساکنان با چنین طرز جمع کردن کارتوشکا و سبزی خیلی قلای است. در ونج بالا مردم الکای حاصل را از زمین خونداشته کشت تیرمخی را برای شینانیدن گندم آغاز کردند. عادتا زنان دهات را زنان خانه‌نشین میگویند که این اندیشه در بیشتر موارد غلط است، زیرا آنها در زمین‌های خواجگی برابر با مردان کار میکنند. حاصل صحرا و باغ را نیز در دهات اصلا بانوان جمع‌آوری میکنند. طبع خود آنها میگویند ما بیکار و خانه‌نشین نیستیم، ما بانوان کارگریم. عقیده دارند چند تن از بانوانی که روی کت حولی صحبت کنان چهارمغز تازه میکردند. برای سودا این چند سورت میشود ما جداش میکنیم نه اینا هر یک نمود شو تازهش میکنیم اینا میچکیم و سنگ مغزش میبریم قوق میکنیم بعد میبریم در سنگای کلون میشکیم یا در آتش با خیلی چی میکنیم به در میکنیم روغنش انم خیلی میگردیم و دستامون روغنش میبرویه روغنش با کمک چی میکنیم که همون تگش بسوزه که این اگر کنجورش در مغز میمونه تلخ میگیره یا شم میگیریم برای همه چیز این دوریست این روغن این خیلی کسی که استفاده بوده باشه میفهمه که خیلی چیست و یگانه سرمایه همین مردمی ونجه این چهارمغز خیلی این پیشتر راه نبیره سقلی همش در خونه فقط مردم همین روغن میکردن در گذشته میخوردن و اما کنجورش شیرچوی میکنن روک شودشین و اینا همه در سودا رفتن و همین زندگی مردم با خوب و نقصی و مانی هم به یک روزی خوشبختی رسیم شکرانه الحمدلله که کودکامون هم استودنت و فرزنده و یک روحای نو و زندگی های نو ما چکریم و همش در سمای چیز منو در سودا می روان و یگان در زندگی ما تنکلیسینی نداریم و همش شکر خداوند که بسون مغز گذشته است چیه خیلی زندگی را بهتر نمیگره بای ما را میگویند تاریکی صبح از خانه بیرون میرویم و وقتی شام باز میآییم مهنت میکنیم. کارهای باغداری و کشاورزی به زنانه و مردانه جدا کرده نمیشود. مردم به هر کاری که اقدام میکنند ما در پهلویشان هستیم. آنها اگر چهارمغز را میتکانند ما با فرزندان میچینیم. امیچق میریزه اولی این هفته یا چکاچکش سر میگره و میچکیم قوق مینیم شکیان در سنگو سر میگره میشکیمشان تا سنگای گردی خشلون بای بولوش نکه سنگ کتن خیلی غلب میدیم میشکیم و بگم مغزش بدرکنی میتونه مغزی نه هر کس بدرکنی نمیتونه این ویرون میگره اگه که کمتر آبش زیاد بیایا و علاوش تیز کنی اینا همون آدمی با همون چی خودش تیار میکنه ده همون بعضی زنهای همین چی یعنی همین میتونستگیش من چیش نمیتونه این خنکی را میفادش نه خنکی را
агар соли хунук бошад чормағз бисёр тоза фасонад. ин сол нест гарм би чормағз ҳамаш сӯхта шаст. барои мин кам кам тозашамёвӣ боре ки хеле холӣ мешавад. чанд намуд дора, ин кӯрак дора, ҳамелӣ дора, ҳар хела чормағзи ҳам хеле чӣ дора. ва ҳамелишам мағзшам хеле тоза мебирояд. ин нархиш бисёрта мегира ва намуди пасташ паста мешава. ин ё мешава, инша тамоман мо савдо наменем. инша мечикем, ага дар кор гара мағзша мегирему. ин дар ширчӯе ки медозам пагаи амин одамои ван ҳари авқоти пагаишин ширчӯяй. ина птарги хеле мекӯбем, дар ҳамин ширчӯй медозем. ин бисёр бомаза мекуна. ина мирав бай амин рӯдау ҷилӯткаи дармандау ино ҳамаша амин фоида оварад. амин чормағз. барои расидан ба саодати зиндагӣ зану мард заҳмат мекашанд. бонувони коҳансол ба духтарҳову келинҳояшон пайваста талқин мекунанд ки маънои зиндагиро омӯзанд ва пуртоқат бошанд. воқеан ҳам зимни мушоҳидаҳо бонувони кӯҳистониро бекор дар наёфтем. ҳамагӣ пайи кору рӯзгор буданд. ҳозир намин тута чиндем, хишк карем, ана ҷамъоварӣ тоза карем, миёрем. ана намин осёб боша дар осёб. осёб боша дар осёб. осёб набоша дар ҳамин санг мешакем, типс мекунем. баъд ё бо агар ки бихоҳем бо дунаи зардолура бозига бо ина ам мегирем, мешакем, ҳал мекунем, мулоимаш мекунем, мегирем бо тиғмитш мекунем. тиғмит мекунем, қатин арадашки мекунем, баъд тиғмит мегара. хай аму расми амун мо ам хели гӯёне, аям қадим бидас, ай бобиву момоҳомунам гӯям хели бидас. ана амин мева ин тиғмит барои чи рӯда, барои гурда, барои хунукзагӣ не, то ҳатто агар ки ӯ дунаи зардолура бишакӣ, амун чишая холиша бишакӣ, ёра агар ки хай меҷӯшонӣ мехӯрӣ, санги гурдан боша ки мебироя. мегӯянд дар як мавсим то 500 килограмм тут мехушконанд. қисмро ба фурӯш мегузоранду нисфи дигарро барои доруворӣ тутпиз мекунанд. онҳо дар як муддати кӯтоҳ тутро моҳирона нарм карданд. ин корро онҳо бештар дар фасли тирамо анҷом медиҳанд. ғайр аз тут ҳамчунин барои омода кардани хӯрок донаи зардолу ва чормағзро низ ҳамин гуна бо санги аҷдодӣ майда мекунанд. тути бисёре аст ки ҳамаи ҳамин туто се тути раванист, тути рӯштутай. ана ин рӯштуташ бо барои ҷӯшондан барои кабиян ки фоида дора. ин тупса хидша танҳо намегара хӯрдан, ам хеле танҳо ям мегара. бо хай бо ҳози бозига барои бо бихоҳӣ бо дар ови медозӣ дар як чойникай, дар ягон чизай банкаст, бо ёра намегирӣ чӣ мекунӣ? Мекаби барои хай амин гурдо. гӯё барои гӯра бо фоидаст бозига. овуш боз. ам ҳозир амин як ёди амин тупистам биёя, мерам ва санг мешакам бо як чизигарам хеле сари ҷувозик мечикем. дар он ҷувозик чормағз, 4 дунаки гара қатиш мепартовему тутав мечикемаш. мо ёро тиғмит мегӯем, тиғмит. ва туту дунав чормағз барои хӯрдан. ҳоли бачам ҳамин ванҷа накушини як бор тиғмит мекунам ҳозир. байсанг дунара чормағза мезанем. бо ай дунав чормағз бозига рӯған мулоим киши рӯған мебирорем. рӯған мегирем не? аму ай мағзи аму рӯған мегирем мебироранд. бо чӣ намекунанд? ай дунаи зардолиам рӯған мебироранд. ана бозига бо помидори хишкам мешакему, мурчам хиш мекунем мешакему.
муромбек ниҳмонов ба синни 84 расидааст. тӯли ин солҳо дар ванҷи боло кору зиндагӣ намудааст. ӯ вақти зиёди хешро дар ин дукон мегузаронад. номбурда солҳост даст ба эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ мезанаду муваффақ мешавад. офаридаҳои ӯ яке аз дигаре ҷолибтар аст. имрӯз дар бозори ноҳия харидорони сершумор пайдо кардааст. مکتب تمام کردم ای مکتب در این گشتم انا ایسینی همین 14 خیلی 20 میگیرم ای 20 سال 60 سال میگیرم من در این وظیفه کنم 60 سال نه تبخور نه هم تبا هم میگفتن میبورن بایی تمام جوارشون بودن با خود خارجی را تبخور بودن ایتری مترو شد نایتری خلوزی مترو شد یعنی طبقه نایه و کوسه در درش مترو شد سه خبطه مترو شد انا ایچه چرمال سفید دورم میشوه بیدم میگه یکی اونا توان یک چرمال اساس کنیم طبقه اساسی بقوتش از چینور میشوه از چینور بعد از چوب چرمال سختش از چینور بعد همین چوبه که ما میاریم تیار میکنیم محصولات چوبی را اینا میاریم ما در این آب بپرتویم این برای که آفتاب میزنش چوب میکفه بعد برای همین میاریم در این آب آش میتیم بعد با پخته میشوه برای تراشیدن سبک فرزنده آنها این بچه کلان داد نشون دویم این با بچه گشت نشون داد همینجا کار میکنه آنها با دیگر فرزند دیگرش هم در تیاریش حالی نه این تشریفات پای میکنن و یکی درستان هم نشتن به هنر هیچ کس نمیشناسه میفهمی؟ به هنر برادران رو یک رشایگه میپرسوان میره طبقه چوبی در ناحیه‌های مرکزی و جنوب تاجیکستان تا به حال خیلی استوار و معمول بوده حجم و اندازه و شکل‌های گوناگون را دارد آن را در دستگاه‌های مخصوص یا با دست می‌تراشند جالبتر از همه این بود که کارگاه این موسفید 84 ساله به استفاده قوه برق توسط آب کار می‌کند و او را خودش زمان جوانیش ساخته است خیلی باره هیلوجه مگم بکنی اگر این خیلی بچه شو اینا پایکران در کار و اینا بریان در کار و حرکنی در کار و بعد فراکنی در کار و متروشی بعد میاره در اینجا میزنی فرا رسیدن فصل سرد در کوهستان تشویش‌های خود را دارد. با گفت ساکنان موسم سرما طولانی می‌گذرد. در اینجا برف تا 1 متر قد می‌کشد. از این رو مردم غم زمستان را الکی از ماه اکتبر می‌خورند. انیق‌ترش آنها چوب و درختان خشکیده و شکسته را که آبی ساحل می‌آورد جمع می‌کنند. نغزیبید رحمت اللهیف را همراه پسرش هنگام هیزم شکنی دریافتیم. بسیارتر هیزم جمع می‌کنیم. اساس جمع‌آوری سوال ما ازم است. فقط ازم قطعی زمستان با هم ازم دیگدون میگیم هم ازم پیش و بعد سوال میبریم. خب این از مرکز رایون زیاده تا 70-80 کیلومتر ما جاگیریم. بعد برای همین در ما درخت‌های ندهنده زیادن از ویا استفاده میبریم جنگل ها هستند خب بوتزار ها هستند پارسال در ماه نوامبر برزاد یک بار کمکک امسال اوج نه برف خنک این یک هفته است که هوا جزیره ای ام خنگری انا برای امضا فقط امیر روی در مهنت میکنیم میایم یک سپلو میدادیم گرم میگیریم امنا خودمون میپزیم میخریم با میخیزیم همه محصولات پر جمع آوری میکنیم
چیزو چهارم نه درن ایدر میدوزیم و گفته ولی ما وانجیونی درن ایدر ولی شریو با نمو دیگه میگن خوارک من نمیدونم آن همه را درن ایدر میدوزیم و زمستان آنجا میکنیم ایچه میاریم پیش میکنیم و خودتا میپزیم تو 1 متر میزنه تو یک نیم شدنش ممکن سال میشه که 70 این وابسته طبیعت سالش هست که طولانی میشه سالش هست که باز وای برف کمتر میشه اون شدنش هم ممکنه که سالهای میشه که تمام برف نمیزنه این هم هست اینه که برف به برف شدنش ممکن نیست مردک ایزم جمع میکنه منگا بسیار میزنه انا میشکنه میاره ما زمستان فقط آمده میکنیم در پیش الو میدوزیم مردک ها با برف روی تو چی ایزم شکنی انا اینی گشت روی داری اغل که پرمانه میدوزیم ای بر او بر گرمک میویم گرم میگریم خودک منه گرم میخریم نامبرده میگوید در منطقه کوهستان از انگشت کم استفاده میبرند. هر یک خانواده نزد خانه‌های خود به چنین مقدار هیزم خشک درختان جمع میکنند و سردخو را به مشکلی پسی سر میکنند. برای یک موسم اینقدر جمع آوری هیزم بسنده است و بعضا وقت با گرم آمدن حرارت هوا حتی هیزم به سال آینده ذخیره میماند. امین 10 قب خریم پرن 10 قب خریم 10 قب 7 قب هم بمون 7 قب همون ایروی نمگی علو کردم هم 3-4 قب علو کردم یش منتگی امسال 10 تا خریم تو اون 10 تا با میمونه نیمش فقط ایزم جمع میکنم امین او وای سنگو ایزم میوره میکنه جمع میکنیم مردکومن جمع میکنن میورن من میزنم تو همین زمان وای به بول شد جانوری خوب داشت حاصل در مسئله داشتن حاصل موکی یگان اذیت مردم نکشیدن با نغزی اینا جمع کردن چای کلون میکنیم اون سیو چا میکنیم کچکر چا مینیم زردک چا مینیم پیاز در بنگو میریزیم ایروش ایزک چی یک لغ بور مینیم مثلا تو بور سیو میخیم 16 قب امولی پیازی کلون گرفتم نیکی خیلی دنمونه تا سودو کمه اما کمیرسانتو میام میبرم بای شنبه پره ایزا سوستا کنینی موی که نیویم در همین چومیستان یک کمیرسانت که اومه 2 چا میکنیم یکی برای خیران یکی برای سودو ما میدم اون خوراکه را و تخمی میمونم چند چه خیرم زمستان یکیش تخمی بو میدادم این مهنت راحت ای همه مهنت روی کو پشته ما میکنیم یک زمین دارم در خودی کاکاشونی فلک من ایوتی رشقه میدارم توریستر میورم این و پشت اینه توریستر 200 درصد 300 درصد من میورم ذخیره میگم هر سال 10,000 3,000 من که جمعیم درصد پر سال که همه زندگی سال بی همه درختم داشتن از چهارمغزو انا تا 12-16 هزار من چی کردم سودا کردم اوجه سوم کردم به کوده کاره امسال نه که چهارمغز پرمغز بر نداره امسال امی میوه من امزه داره امی سیبم پوشیدن لباس‌های گرم بیشتر نیاز پیدا می‌کند. از قدیم الایام بانوان به هنر بافندگی مراغ ظاهر می‌کردند و به اهل خانواده در این موسم لباس گرم آماده می‌کردند. امروز نیز این عنعنه در ناحیه ونجی ادامه دارد. خاله نازیه نانپز ماهر منطقه ونج است. نانهای شیرمال و بولذتش او را در منطقه معرفی کرده است. او را سر سفره دیدیم که همراه با همسایه زنها مشغول نان راستکنی بود. از لطف و مهربانیش دریافتیم که زنی است گشاده چهره، خوش‌معامله و آدم دوستدار. سر صحبت نشستیم با او اطراف هنرش. پیش نون گندم میکردیم نون گندم نون ای طرف وای میخیل میکردیم بعد میبستیمش نمیموندیم که وای دم زنه وای چیکنم این ایا طبق میکندیم میبستیمش نونی خوشی رو میومد بعد این نونی
چی؟ حاضره بعد دم زنه باید دم زنه 1 ساعت 2 ساعت دم زنه بعدش میبندیم. خب بیاخی نونی گندم با مزه تر نونی گندم این شکرونه همین نونمو نه که اون گندمی که آسیابی سنگی ارد میکنه یه با مزه ترای خیلی ما هم نونی کلون میکنیم نه که با قشلاق پایون ترکمون کوچه ها میگویم در درون رایون ما با نونی کلون تر میکنن نظر به ما با نونچو کلون ترای خیلی این محله با اون محله رو فرق میکنه نون کردن این محله با اون محله رو فرق میکنه نظر و که من یک نمود نون میکنم با اون محله با یک نمود نون نگه میکنم خیلی است. در آموزش این هنر مادرش را که نانپز ماهری دیها بود استاد میشمارد. با قولش هر روز رخساره‌های از علاوه تنور سرخ گشته مادرم را دیده و هوسم میرفت که باری منم نانپزم. اون وقت تقریبا 10-12 ساله بودم و زوالای ملاحمی با صد شکل و صورت زیر پنجه های او پیچ و تاب خورده زفقم را میافزود. امین ونجگی بگم من اومم یاد گرفتم. امین اومم نون میکرد بعد امین اومم یاد گرفتم. بعد اومم تری کمپیر زنه که کسال بی کسالمند. امین کسالمند مایده نون کنی را یاد گرفتم. اگه باور کنی ایسم فی پنجی بعد نونی گندم قینای بستنش بچم. نونی گندم قینای بستنش می بستم یکیش در تگ میافتی یکیش می بستم ساز می بستم یکیش میافتی. خیلی آیسته آیسته یاد گرفتم. امین یاد گرفتم. امین آچم نشونم دوکینم خیلی کن خیلی و هر حال که یاد گرفتم امین اوستا و امین همراه بعضی وقت چق میکنم میگم نم خیلی حذابی دنیا کشیم امین در کمپیرینی و در یاشینی آچه که کسلمند داشتم بعد مجبور بیم که دختر کلون خونه همه کار به وحده بگیرم. همه زن میتونه بچم. امی کلین کردیم باید حتما نونکنی رو بتونم کلین. حکم من کمپیرم گفته با کلین میبخشم نونکنی و امو کدبانوگی رو با کلین میبخشم. کلین با دوام دهن میگیره. شکرونای خدا که 3 کلین دارم کلینو میهده همه کار میبروین. این نونی همه خیلش میبروین. سوزن من خیلی مجبوری که داریم دیه زندگی کردی همه کار یادگیری بچم. زود نیست خلیپم پزه بیارم خلیپ خرم مجبورم که نونپذیر پیش ای همه نونپذیر یاد گرفتن در کورای در امی خوجگی. او را مردم در معرکه‌های خویش همچون نانپز ماهر همیشه دعوت می‌کنند. میگوید برای من پختن نان‌های کلان پسند است. به اندیشه این کدبانوی ماهر اگر خمیر را خوب خلانیدیم نان نیز با لذت و زیبا می‌براید. اینجا از نان گندم نیز وسیع استفاده می‌برند. نامبرده میگوید اعلام گردیدن سال هنرمندی در قلب بانوان این منطقه باز دلگرمی دیگر بخشید. همکنون هر یک بانوی دهاتی کوشش میکند که در احیا نمودن محصولات دستی سهم گذارند.